با سلام و درود به یکایک شما دوستان عزیز و گرامی. امیدوارم که از این سری داستان‌های امپراتوری کوروش کبیر لذت کامل رو ببرید. لطفا برای حمایت من لایک، سابسکرایب فراموش نشه. بی معطلی بریم سراغ داستان. به نام خدای آشور. شهر نینوا، پایتخت مغرور امپراتوری آشور، عظمت خود را بر کرانه‌های سیمین فام دجله گسترده بود و مقر قدرتی سرکوبگر محسوب می‌شد و شهر بابل واقع در ساحل فرات قلب تمدن درخشانی بود با تمام آتش‌ها و برج‌های سر به فلک کشیده، معابد، کاخ‌ها، باغ‌ها و همهمه زندگانی مردم که در حسرت عظمت گذشته گرد آمده بودند. شهرهای دیگر به نام اورشلیم وجود داشت که در قله‌های یهودی جای گرفته بودند. منزلگاه‌های خداوند یکتا بود و قومی به ویژه به او ایمان داشتند. از پیامبر معابی‌ها پیشگویی عجیبی تغذیه می‌کردند و در میان ملل مشرق زمین یک استثنا محسوب می شدند. چه امپراتوری شگفتی بود آشور! در قرن هفتم قبل از میلاد مرزهای آنها قبل از ساحل مدیترانه تا خلیج فارس گسترده بود و بخشی از بیابانهای عربستان را در اختیار داشت و به مثل فراعنه رسیده بود. قله های ارمنستان را لمس می کرد و به کرانه های دریای امروز که خزر می گویند نزدیک شده بود و سرحدات مرکز آسیا فلات ایران را قطع می کرد. درون این سرزمین پهناور در ساحل فرات شهر بابل قرار داشت که در عین حال روح و قلب امپراتوری سابق آکد محسوب میشد. این شهر در آن زمان مطیع و اسیر بود، ولی پرتوهای معنوی غروری سرکش پیوسته از آن ارسال میشد. در سال 688 بجز مصر که پایتخت آن منفیس زمان کوتاهی در اشغال آشوریان اسرهدون بود و چند قبیله مادو پارس که بدون ارتش سازمان یافته و نیروی مقاومت در کویر ایران رها شده بودند، امپراتوری آشور تحت اقتدار مطلق آشوربانی پال و نیروی مقاومت نوه سنخاریب بر تمام منطقه مسلط بود. اراده قدرت آشور که طبیعتی سیاسی اقتصادی داشت تحت فرمان مطلق خدای آشور بود. خدای ملی و جهانی خدمت به او سرنوشت آشوریان را در سرزمین رقم میزد. نخستین وظیفه شاهان، کاهنان و مدیران آشور گسترش هرچه بیشتر قلمرو امپراتوری بود. مراسم تاجگذاری شاهان هر تهدیدی را در این زمین از بین می برد. شاه آینده باید سوگند می‌خورد که مرزهای امپراتوری را بیشتر بگسترد و پس از هر لشکرکشی تحت امر خدای آشور گزارش‌های موفقیت‌ها و برنامه‌های لشکرکشی‌های آینده را به منظور گسترش مرزها به او بدهد و در نتیجه ایدئولوژی این امپراتوری مبتنی بر جهاد و جنگجویی بود. وقتی ملتی مغلوب میشد و تن به انقیاد آشور میداد، دیگر حق ایفای هیچ نقش سیاسی نداشت. یا همگی سر به اطاعت فرو می آوردند یا تن به نابودی می سپردند. خدایانشان هم یا نابود یا منتقل می شد. فرمانبرداری باید کامل می بود. مگر تیکلت پیرسر اول، یکی از نخستین شاههای امپراتوری در سال 1100 پس از اولین باری که بابل را تحت سلطه درآورد، اعلام نکرد که سرزمین ها با ویران خواهم پوشاند، زمین را از اجساد خواهم انباشت، چنان که جانوران درنده چنان می کنند شهر را آتش خواهم کشید، ویران و خراب می کنند، توده توده ویرانی و آوار باقی خواهم گذاشت، یوغ آن را بر گردن خواهم نهاد و دوروبر ایشان را به ستایش خدای آشور سرور خود خواهم پرداخت. تمایل به انهدام و تسلط هیچ جایی برای صلح باقی نمیگذاشت. امپراتور آشور شاید با هیچ قدرتی بابل در زمان اسرهدون حدود سال 670 عهدنامه برابر امضا نکرد. هیچ اتحادی را نپذیرفت. فقط میخواست به لطف خدای خود بر سرزمین‌های حاکم باشد. این رژیم رباور دائمی به طبع هیچ علاقه زیر یوغان میزیسن ایجاد نمیکرد. آشور طی قرنها به خصوص در اوج قدرت خود در سد هفتم در جوز دشمن تراشی به سر نمی برد. در همه جا به خصوص سرحدات امپراتوری به طور پراکنده و کانونهای مقاومت پدید آمده بود. امیدوارم از این سری قسمت خوشت اومده باشه. تا قسمت های دیگر بدرود.